الهی به امید تو نه با امید کس که تنها تویی فریاد رس. درود و عرض ارادت خدمت شما عشقایی که با چنل خودتون آموزش طلسم مونس اسپل همراهید. خوبید عشقا، سلامتید، خوشید. امیدوارم در کنار عزیزانتون بهترین لحظات رو سپری کنید با امید به خدای یکتا. مونس کوچیکتونم در خدمتتونم با یه ویدیو آموزشی جدید که برای اولین بار مثل همه ویدیوهای من در سطح مجازی به اشتراک گذاشته میشه. این ویدیو میخوام دوباره مثل بقیه ویدیو کوتاه تمومش کنم که تایم زیادی ازتون نگیره. همینقدر بگم که خیلی قدرتمنده، خیلی عالی عمل کرده طی سالی که ابداع شده در کشورهای مختلف، خیلی نتیجه خوبی داشته. برای چی خوبه مونس؟ برای قیچی کردن، حذف کردن، از بین بردن انرژی های منفی، انرژی های بد، سنگینی، بدبیاری، نمیدونم، انرژی هایی که دست و پای آدم رو میگیره و جلوی خوشبختیت رو میگیره، دست و پاتو برای عمل به چیزهای مختلف میگیره. کلن از بین برنده هر انرژی بد، سنگینی، مخالف، نمیدونم، انرژی که موجب طلسم و جادو، هر چیزی که برای جسمت، برای روحت، برای هفت کالبدت ضرر داشته باشه رو خیلی آسان‌تر از اینی که فکر کنی قیچی میکنه و شما رو رها میکنه. عزیزم، شکلی رو که در ادامه خواهیم دید با رنگ مشکی روی کاغذ سفید بکش. حالا سفید یا کایی فرق نمیکنه، بی خط بودنش مهمه. اگه برات سخت بود اشکال نداره، با رنگ مشکی پرینت بگیر، یعنی بهشون بگو که مشکی برات پرینت بگیرن. میاری منزل و عزیزم نگاش میکنی، ارتباط چشمی باش میگیری، زبونت رو 3 جای شکل میزنی که یه ذره مرطوب بشه، یعنی با زبونت 3 بار شکل رو لمس میکنی و این رو فعال میکنی. وقتی فعالش کردی پشتش شروع میکنی به صحبت کردن. این برای تو و هر عضوی از خانواده که بالای 13 سال جواب میده. اگه تعداد اعضای خانواده 12 نفرید، خب یه دونه شکل براتون کافیه، ولی اگر 13 نفرید 2 تا شکل لازم دارید، یعنی این 12 نفر رو به راحتی ساپورت میکنه. خب وقتی که پشتش نوشتید اسما رو، مشخصات، اسم مادر، روز سال تولد، همه رو نوشتید، نویسید مثلا، مثال میزنم، من و افرادی که پشت این شکل نوشته شده میخوایم از انرژی منفی به دور باشیم، چون فکر میکنیم انرژی منفی داریم. مثلا می‌نویسی من و اینا، مثلا می‌نویسی من و خانوادم، من و برادرم، من و همسرم، کسانی رو که پشتش نوشتی. خب احساس میکنیم چشم زخم داریم، میخوایم از انرژی چشم زخم به دور باشیم، برعکس بقیه شکل هاست. و در ادامه می نویسید خدایا شکرت، مثلا اگه نوشتی انرژی چشم زخم، می نویسید خدایا شکرت که انرژی چشم زخم از زندگی ما خارج شد. یا مثلا نوشتی انرژی منفی، می نویسید خدایا شکرت که هر انرژی منفی در کنار من و همسرم، من و خانوادم، من و برادرانم، هر کسی که نوشتی. خب باید خانواده باشید، دوست و فامیل نمیشه، باید خواهر برادر یا پدر مادر یا فرزندان خانواده باشید. خب می نویسید و مرحله دوم گفتم به حالت تشکر و شکرگزاری می نویسید که اون انرژی بد رفته و خدای شکرت که کمک کردی، از خدا، از فرشته ها، کائنات تشکر میکنید، شکرگزاری میکنید و حالت مثبت می نویسید. و عزیز دلم این شکل رو میذارید یه جای تاریک. دوباره فردا میارید 7 روز 7 بار پشت سر هم باید بیارید، نگاه کنید بهش، انرژی بدید و برش. بعد 7 روز همون جای تاریک نگهش میدارید و تا 3 ماه برای شما کار میکنه، یعنی تا 90 روز پر قدرت، خیلی عالی میتونید ازش نتیجه بگیرید. اگه احساس کردید باز احتیاج دارید، بعد 90 روز این رو با یک شمع سفید بسوزونید و سوخته‌اشو بریزید تو سینک ظرفشویی، دوباره بکشید یا پرینت بگیرید و همون منوال 7 روز 7 روز، ببینید روزم نباید باشه، شب بود یا روز بود، آوردید نگاه کردید فرق نمیکنه، هر تایمی اوکی بودید بیارید نگاه کنید، انرژی بدید، بردارید، دوباره همون منوال تا 90 روز. زیر صحبت‌های بنده دارید استاو قدرتمندمون رو میبینید، میدونید که استاو خیلی خیلی از سیگل قوی تره و خیلی کاربردی تره. این استاو بچه اسمش قیچی انرژیه، یعنی قیچی که انرژی های بد، سنگینی، بدبیاری، انرژی های ناخوشایند، نمیدونم، انرژی طلسم، انرژی
هر چیزی که برای شما بده رو قیچی میکنه و از بین میبره. بارها بهتون گفتم هر چقدر اعتقادتون قوی تر باشه، ایمان بیشتری به این اشکال داشته باشید، قوی تر نتیجه میگیرید. باور بفرمایید من این رو برای یکی از فامیل درجه یکم توضیح دادم، انجام دادم، نه من براشون بکشم، شکل رو براشون ارسال کردم، خودشون انجام دادن و چون نتیجه گرفتن براتون آوردم. میدونید که من دوست ندارم یه چیزی بهتون ارائه بدم که نتیجه نگیرید. اگر در راه درست و با نیت درست هر کدوم از آموزش‌های من رو انجام بدید، نتیجه رو شاخشه. اوکی بچه ها، چیزی دیگه نمیمونه به جز این که ممنون میشم اگه لایک کنید، کانال رو برای دوستاتون ارسال کنید، ویدیوها رو برای دوستاتون ارسال کنید، کامنت انگلیسی و فارسی بذارید و دیگه من به عشق شما کار میکنم. فعالیت از من، حمایت از شما عشقا. امیدوارم بهترین ها براتون اتفاق بیفته. نتایج رو برام توی کامنت ها بنویسید، هر چند کوچیک ولی برای من ارزشمنده. دوستتون دارم خیلی زیاد. تا ویدیو بعد، بدرود.